و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شرح صادر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی، حضرت امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلی پیوست و به آرزوی دیرینه خیش رسید و به تأسی از جد بزرگوارش امام علی صلوات الله علیه و سلامه علیهما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فست و به رب الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود. امروز ملت نستوه ایران و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان به جهت حملات شریرانه آمریکای جنایتکار و صهیونیست های نابکار داغدارند، اما دشمنان صفاک و دوزخیان ستمکار بین المللی بدانند بیدار دلان جهان راه خود را یافته‌اند و این شهادت ها هرچند برای ملت ما و ملل اسلامی گران باشد، اما آنان را مقاومتر و مصممتر می‌گرداند و بی تردید شهادت آن شخصیت عظیم الشأن آغازگر خیزشی عظیم در مبارزه با ستمگران عالم خواهد بود. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. شورای بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ملت عزیز ایران، دیروز روز 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید. ایران رو سربلند کردید. خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، یه عده اونا بودن که عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست. دو سه جمله عرض بکنم. اولا قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب میشناسیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه. ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران